جيدي يا يما يا يما الفوت والبركة سوية فقط بالطشش الراحة اليوم. پای را برهنه کن، کفش ها را بیرون آور. عشق فرمان می دهد، ادب اقتضا می کند و معرفت چنین می خواهد. در داخل بقیع اسماء بنت امیس آب می ریزد. علی ناگهان سر بر دیوار می گذارد. آسمان می لرزد و ذرات زمین و آسمان با بیقراری زجه می زند. علی سر را برهنه کرده است و پا را نیز. آیا نمی خواهی به همسر فاطمه اقتدا کنی؟ حضرت فاطمه فدای نام تو. فاطمه جان، فاطمه جان، فاطمه جان. این مزار امام حسن علیه السلام است، غریب و مظلوم مدینه و کوفه، آقای جوانان بهشت، بازوی توانای پدر در صفین و نهروان. خوبتر نگاه کن، برادرانش حسین و ابوالفضل پای برهنه به تشییع آمدند. خواهرانش زینب و ام کلثوم نیز. نمیخواهی در بقیع مثل زینب قدم بگذاری؟ پیامبر چنان به حسن مهر می‌ورزید که مردم برای جلب نظر پیغمبر به سوی خود او را واسطه قرار می‌دادند. نوشتند زمانی که ابو سفیان برای عذرخواهی از عهد شکنی به مدینه آمده بود، وقتی از همه کس ناامید شد، خواست از امام حسن به عنوان واسطه استفاده کند که فاطمه سلام الله علیها اجازه داد و فرمود این پسر من هنوز کوچک است. همچنین در منابع تاریخی نوشتند زمانی مرد خطاکاری خود را از چشم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مخفی ساخت و آنقدر انتظار کشید تا فرصت یافت حسن علیه السلام را در کوچه بیابد. او را بغل کرد و بر روی شانه های خیش نشاند و به خدمت پیامبر آمد. پیغمبر با دیدن این صحنه تبسمی زد و او را بخشید. آن طرفتر سنگی سیاه بر مزاری نشسته است. این مزار امام سجاد علیه السلام است. تنی تبدار به یاد می آید که از خیمه بیرون آمده، افتان و خیزان سر رفتن به گودال قتلگاه دارد و ناگهان گردبادی و سواری که بر مدار گودال قتلگاه می چرخد. وعظم شأنكم وعجل خطركم. عمه‌اش زینب را صدا می‌زند که تو هم می‌بینی؟ این جبرائیل است که سوگوار پدرم آمده است. در تصویری دیگر او را به یاد می‌آوری که به مدینه برگشته است و داغ همه گلهای پرپر شده را در سینه دارد. سخن میگوید و آتش و گدازه های دلش را با اشک و آه همراه می کند. نمیخواهی همچون او برهنه پا بر خاک بقیع قدم بگذاری؟ در کربلا 20 ساله بود و بیمار و چون عزم پیکار کرد زینب ممانعت ورزید.
گفتند امام سجاد علیه السلام مانند جدش علی علیه السلام بود و از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است که چون به نماز می ایستاد بر اثر خضوع و خشوع لرزه بر اندامش می افتاد. در فلسفه و دعا بی نظیر بود. غلام اون حضرت میگفت که آیا روزی نمیرسه که غم و غصه ها و گریه های شما به پایان برسه؟ نوشتن 40 سال بر پدر بزرگوارش ابا عبدالله الحسین علیه السلام گریه کرد. روزها روزه میگرفت، شبها هم به عبادت. وقتی موقع افطار غلام اون بزرگوار آب و غذا برشون می آورد، میدید که آقا مشغول عبادت و سجده و گریه طولانی هستش، میگفت ای مولای من آیا وقت اون نرسیده که گریه شما پایان پذیرد؟ در واقعه حره که در آن سپاه یزید به مدینه یورش برد و آنها را قتل عام کرد، سپاه یزید مرعوب ابهت او بودند و جرأت تجاوز به حریم او نکردند. قبر سوم از آن فرزند بزرگوارش امام پنجم شیعیان محمد ابن علی باقر العلوم شکافنده دانش هاست. او وارث علم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تبیین کننده حقیقت شریعت متناسب با زمان خود بود. امامی که از کودکی با درد آشنا شد و در قافله اسیران کربلا با پای کودکانه و برهنه دوید و در همه زیستنش به نشر فرهنگ عاشورا پرداخت و اقیانوسی از معرفت را پیش روی انسان گسترده تا تشنکامان را به پاسخی و کشتی نشستگان را به ساحلی رهنمون باشد. او احادیثی را که از طریق جد بزرگوارش از رسول اکرم شنیده بود سامان داد و شاگردان و معلمان و حافظانی را برای آن تربیت کرد. توسعه و گسترش تشیع در بعد علمی به همت آن حضرت در مسیری قرار گرفت که امام جعفر صادق علیه السلام توانست آن را ادامه دهد و ابتکار علمی و عملی را به دست گیرد. قبر چهارم متعلق به امام جعفر صادق علیه السلام است. کسی که آوازش در جهان اسلام و ادیان دیگر بر اثر درایت و دانش فراوان پیچیده است، مروج حقایق، روشنگر دقایق دین و ناشر شیعه جعفری. البته می شکند که در هر گوشه جهان هر دانشور و هنروری را به پاس دانش و ذوق و هنرش هماره ارج می نهند و مزارش را حرمت می گذارند و اینجا تو نمی توانی حتی چند گام به مزار غریب و بی سایبانش نزدیک شوی. داستان گفتگوهای ایشان با فلاسفه عصر و تربیت شاگردانی بزرگ به حد کفایت معرف شخصیت آن حضرت است. بزرگترین فقهای عصر از محضر او فیض بردند و به خود باریدند که از شاگردی آن حضرت بدان مقام رسیدند. یه چیزی بر دل شیعه ها مونده که جایی به نام قبر زهرا رو نمیده.